مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز هم قصد داریم در برنامه پشت پرده چند تا موضوع رو بررسی بکنیم، از جمله آخرین وضعیت پرونده وحید خزائی پس از بازگشتش به ایران و فیلمی که رسانه‌های ایران از لحظه بازداشتش در فرودگاه امام منتشر کردن رو با هم دیگه بررسی میکنیم و نشون شما میدیم و راجع به وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده برای شما صحبت میکنیم که امروز وزیر اقتصاد در مجلس یه حرفی زد که فاتحه سال دیگه اقتصاد ایران رو باید خوند. حالا این ویدیو رو وقتی براتون پخش کنم خودتون بهتر متوجه خواهید شد. راجع به سلطان فولاد ایران آقای رسول دانیال زاده و طبری که این روزها قوه قضاییه بد افتاده به جونشون ها، یعنی داره پرونده هاشون رو به صورت عجیب و غریب بررسی میکنه. همین پرونده طبری که قاضی منصوری هم که توی رومانی به قتل رسیدم داخلش بود. خلاصه پرونده عجیب و غریبیه و راجع به اظهار نظرهای یکی از نمایندگان مجلس با شما صحبت میکنیم که گفته که آقای روحانی و آقای لاریجانی به خاطر اتفاقات آبان باید توی دادگاه محاکمه بشن. این صحبت یکی از نمایندگان فعلی مجلس و صحبت دیگه‌ای کرده بوده که سعی می‌کنیم که همه این موضوعاتی که بهتون گفتم رو در ویدیو امروز بررسی بکنیم. فکر می‌کنم ویدیو جالب و جنجالی بشه. در صورت اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب نکردید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست، روی سابسکرایب بزنید. اگه گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن که بتونید ویدیوهای قبلی ما رو ببینید، ویدیوهای جدید ما رو هم به لحظه تماشا بکنید. زنگوله هم هست، اگر اون رو بزنید و فعالش بکنید هر موقع ویدیو جدید منتشر بشه برای شما نوتیفیکیشن میاد. بله، امیدوارم که کانال پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید. توی دومین سومین موضوع به وضعیت وحید خزائی میپردازیم و ویدیوشو بهتون نشون میدیم. اما اولین سوژه‌ای که میخوایم در این ویدیو بپردازیم راجع به صحبت‌های وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی هستش که یک صحبت عجیب و غریب کرد که گفتش که ما باید بودجه سال آینده کشور رو روی درآمدهای نفتی اصلا حساب نکنیم، یعنی با توجه به درآمدهای نفتی نگاه نکنیم که سال آینده چقدر درآمد داریم روی نفت و اینجوری که ایشون گفته، یعنی از سال آینده باید روی مثلا درآمدهای صادرات خاویار که عمرن مثلا پولش به مردم برسه، مثلا صادرات زعفران، صادرات پسته، اینا ماشاءالله ما کشور غنی داریم ولی نمیدونم چرا مردمون هر روز دارن فقیر و فقیرتر میشن. گفته که روی مثلا نفت حساب نکنید. حالا انگار مثلا مردم موقعی که نفت بشکه‌ای $155 بود تو زمانه‌های احمدی نژاد که بشکه میفرستادن ونزوئلا و نمیدونم کشورهای عجیب و غریب افریقایی، انگار وضعیت اقتصادی مردم عالی و پرفکت بود. یارانه هم نفری 50 میلیون بهشون میدادن که حالا مثلا بودجه سال جدید رو میخوان اینجوری ببندن. ولی در هر صورت اون موقع که وضعیت نفتی اونجوری بود و ما زارت و زارت صادرات داشتیم و پولش تو جیب مردم نمیرفت، وضعیت اقتصادی داغون بود. حالا سال جدید که میخوام بودجه رو به غیر از پول نفت ببندم، ببینید وضعیت اقتصادی مردم به کجاها خواهد رسید. یعنی وضعیت شک نکنید از وضعیت فعلی 100 برابر بدتر خواهد شد، نمیگم 2 برابر. بریم صحبت‌های وزیر اقتصاد رو بشنویم توی مجلس. ما کاملا برای همه دیگه این آشکاره که شرایط نفت ما چگونه است. حتی اگر قیمت نفت بر اساس شواهدی که ما داریم انشالله روند فزاینده رو طی بکنه، حتی اگر توطئه‌های دشمن نقش برآب بشه، صادرات نفت ما دوباره روال پیدا بکنه، حتما امسال به سهولت دسترسی پیدا نمی‌کنی به منابع. پس امسال به معنای واقعی باید بودجه غیر نفتی رو تجربه بکنیم. در تجربه بودجه غیر نفتی مهمترین اتکای ما به درآمدهای مالیاتیه. شما تهیه‌اش رو در سال گذشته دیدید. در سال گذشته به رغمی که ما اسفند ماه به خاطر شرایط کرونا امهال کردیم بعضی از دریافت‌ها رو، خوشبختانه طی 14 سال گذشته اولین سال بود که ما بیش تحققی داشتیم، یعنی بیشتر از مسبب مالیات محقق شد.
در همین شرایطی کل مشکلات بود بدون اینکه تنش و فشار ایجاد بشه. بله امیدوارم که همه چیز ختم به خیر بشه و اتفاقات خوبی برای مردم بیفته. اما راجع به وحید خزایی صحبت بکنیم. وحید خزایی میدونید که چند سالی بودش که از ایران مهاجرت کرده بود، رفته بود ترکیه، یه سری فیلم و عکس ازش بیرون اومده بود و پسر تلگرامی معروف شده بود و یه ویدیو هم داده بود که گفته بود که پلیس فتا همیشه حواسش به همه چیز هست و خلاصه تو اون بره از زمان حسابی توی فضای مجازی جنجال به پا کرد. بعد اومد رقصید و حالا چند تا کار دیگه کرد، حسابی در فضای اینستاگرام معروف شد و بعد از اون حالا یه سری فعالیت‌های دیگه هم کرد و حالا ما میذاریم اون فعالیتاش رو به خاطر مصرف مواد یا هر چیز دیگه ای. اما بالاخره بعد از تمام فشارهای مهاجرت و سختی‌ها و اتفاقات دیگه تصمیم گرفت برگرده ایران. برگشتش به ایران هم یه دلیل خیلی مهم داشت. گویا از سفارت ایران در ترکیه در شهر آنکارا اماننامه گرفته بوده، یعنی گفته بودن بهش که برگرد ایران برات اتفاقی نمیفته، یه برگه هم بهش داده بودن و بعد از اونم پناهندگیش رو پس داده بود و تصمیم گرفت که برگرده ایران. بعد از اینکه برگشت ایران مستقیما در فرودگاه امام توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شد. امروز بالاخره فیلم لحظه بازداشت وحید خزایی در رسانه ها منتشر شد که ما اون رو برای شما پخش میکنیم. اینجا کجاست؟ فرودگاه آخرانی. چندم امروز؟ سوم. ماسک تو هست؟ سوم تیر ماه 99 ساعت 1:30 بامداد. آقای وحید خزایی شما به حکم دادستان تهران بازداشت. آب خوردی باد آب خوردی، خندیدی باد خندیدی، گریه هم کردی ما باد گریه کردیم. فهمیدی؟ من 6 ماه فهمیدی؟ فقط بودم. بهت بگم که فکر نکن اونجا رفتی چرخیدی. من 6 ماه معتاد بودم. و حالا گویا در روزهای آینده شاید براش دادگاه برگزار بشه. حالا یه عده میگن عفو خواهد خورد، یه عده میگن که شاکی‌های خصوصی داره، اما باید ببینیم که در روزهای آینده وضعیت پرونده وحید خزایی به کجا میرسه. امیدواریم که هر چیزی که هست ختم به خیر بشه و حالا اتفاق بدی براش نیفته. کسی که حالا کشورش رو دوست داشته دست میگرفته برگرده به کشورش، دیگه بعد با یک نگاه دیگه به موضوع پروندهش نگاه بشه و بررسی بشه. این هم از موضوع وحید خزایی بود. اما سوژه بعدی در خصوص آقای دانیال زاده هستش. آقای دانیال زاده به سلطان فولاد ایران معروف بودن که یکی از ابربدهکاران بانکی بودن که در یک عملیات پیچیده در حالی که در آلمان بودن و آمده بودن آلمان توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت میشن و به قول نهادهای امنیتی ایران به داخل ایران هدایت میشن که فیلم بازداشتش هم حسابی سر و صدا به پا کرد. اگر ماسک‌ها کنار بروند این فرد را خواهید شناخت. یکی از مقام‌های پیشین قوه قضاییه که حالا با لباس زندانی در جایگاه متهم است و دادگاهی می‌شود. اکبر طبری که معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضاییه بود. صادق لاریجانی رئیس پیشین او حالا دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام است که معاونش این اتهامات را دارد. به پرداخت مبلغ 500,000 یورو به واسطه آیین نجفی در 5 مرحله و در هر مرحله 100,000 یورو بابت صدور دستور اجرای حکم زمین اقرار و اذعان نمودند. آقای مشایخ همچنین به پرداخت مبالغ و وجوهی شامل 84 میلیارد ریال 100,000 یورو یک دستگاه خودرو به آقای طبری بابت اقدامات و پیگیری‌های ایشان در زمین کلاک اقرار نمودند. ارقام بالای رشوه و اتهامات سنگین در طول سالها، چرا که این فرد 2 دهه در بدنه قوه قضاییه حضور داشته. قبلا در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش ها بوده، بعضیا گفتن معاون رئیس قوه قضاییه، حکایت از بی اطلاعی هاست و در اون حوزه شاغل بوده، اینکه تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده تشکیل شده. گفته می شود آقای طبری پرونده های قضایی زیادی را متوقف یا به اصطلاح رفع و رجوع کرده، هرچند دفتر آقای لاریجانی تمام این اتهامات را رد کرده است.
این پرونده 21 متهم دارد که یکی از آنها مصطفی نیازآذری است، متهم به فساد مالی و متهم به واگذاری 15,000 متر مربع زمین در بابلسر و 3 ویلا به عنوان رشوه به آقای تبری تا پرونده فساد مالیش مسکوت بماند. خود آقای نیازآذری در حال حاضر در خارج از کشور به سر میبرد، اما پدرش در ایران است، کیومرث نیازآذری، از رؤسای پیشین اداره اطلاعات مازندران و پسرعمویش حسین نیازآذری. بسم الله الرحمن الرحیم. نماینده بابل در مجلس 9 و 10 که زمانی هم از مدیران اداره آب و فاضلاب مازندران بود. اما این متهم شاید جنجالی تر باشد. معروف به سلطان فولاد و از بزرگترین بدهکاران بانکی که از دهه 70 تا کنون بیش از 14,000 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. وزارت اطلاعات مدعی شد او را از خارج کشور وادار به بازگشت کرده. آقای دانیال زاده متهم از 3 واحد مسکونی در ساختمان روما و 3 واحد هم در ساختمان فلورا به آقای تبری رشوه داده. البته مقداری هم پول نقد. بیش از 18 میلیارد تومان. اما آنچه پرونده این متهم را جالب می‌کند ارتباط او با حسین فریدون برادر رئیس جمهوری است. کسی که به اتهام دریافت 31 میلیارد تومان رشوه از آقای دانیال زاده به 5 سال زندان محکوم شد. حضور برادر رئیس جمهوری احتمال جناحی بودن پرونده را مطرح می‌کند. وگرنه افرادی با 20 سال سابقه در قوه قضاییه به این راحتی دم به تله نمی‌دهند. بعضی‌ها هم از فشارهای زیاد در این پرونده صحبت می‌کنند. این که تو پرونده ها گاهی اوقات حالا یه حرفی، یه سخنی، یه پیگیری بشود، ما اینها برامون عادیست و کار قضایی خودمون رو در هر شرایطی انجام. اما یکی از جالبترین نکات این پرونده بازپرسی است که پارسال آقای تبری را دستگیر کرد. بیژن قاسمزاده، بازپرس خوشخدمت قوه قضاییه که خودش در مجموعه‌ای از پرونده‌های فساد مالی متهم شده است. او بین مردم به خاطر صدور حکم فیلتر کردن تلگرام مشهور شد. ظاهراً بدنه قوه قضاییه در این فساد مالی درگیر است. بعد از اون امروز بالاخره آقای دانیال زاده در داخل دادگاه رویت شدن و جالبه که در پرونده تبری ایشون نقش داشتن و آقای دانیال زاده امروز در صحبتش گفته بود که آقای تبری موبایل نداشته، من براش خریدم. آقای تبری که خودش ویلا به این اون رشوه میداده، مثلا به قاضی $500,000 به اونی که قاضی نمیدونم $100,000 میداده، دانیال زاده براش موبایل می‌خرید. ببینید دانیال زاده چه عجوبه‌ای بوده. و امروز دادگاهش برگزار شد و اتهاماتش رو نماینده دادستان اینجوری میگه: مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاد. 2. پرداخت رشوه به آقای اکبر اتباعی تبری به مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال از طریق واگذاری چند پلاک سطحی با آقای تبری ارزان‌تر از قیمت واقعی. شرح مذکور در اتهامات آقای تبری که الان در این جلسه ذکر شده. و همچنین پرداخت مبلغ 30 میلیارد ریال رشوه به آقای حمید علیزاده با وساطت آقای مهدی زاهدی به شما تحویل میشه. آیا این اتهامات قبول دارید؟ حتی بعداً در خصوص پرداخت رشوه به آقای تبری رو در این جلسه توضیح بدید. آیا در خصوص پرداخت رشوه به آقای تبری رو قبول دارید؟ آیا این اتهاماتی که به شما تحویل شده رو قبول دارید؟ بله. بعد ببینیم در روزهای آینده وضعیت پرونده دانیال زاده چی میشه و حالا جزئیات بیشترش رو سعی می‌کنیم در ویدیوهای بعدی برای شما منتشر بکنیم. یه عکس هم اومد بیرون از حجم پرونده ها آقای تبری. ببینید اصلا اینقدر پرونده، چون معاون قوه قضاییه بودن، نمیدونم چه سمت‌های عجیب غریب داشتن، بعد اینقدر پرونده دارن. بعد اون موقعی که سمت داشتن اینا اتفاق افتاده. این تازه یه نمونه از مسئولین، یعنی بقیه رو هم بیارن شاید 2 برابر این پرونده داشته باشه. نمیدونم. در صورت بعد ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی برای این دوستان رقم میخوره. اما چیزی که مشخصه و من خیلی روش تکیه دارم وضعیت اقتصادی مردمه که هر روز بدتر و بدتر میشه و نمیدونم چی بگم. در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. اگر دوست هم نداشتید دیسلایک بکنید. اگرم کلا با ما حال نکردید فوش و کامنت و هر چیزی دوست داشتید بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.